الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 66 از آموزش کلمة التوحید است که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد، که معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. و در این حلقه یکی از بزرگترین چیزهایی که با همراهی کلمه توحید بودنش ضرور است، لازمات کلمه توحید است و یکی از طلبات سخت‌ترین کلمه توحید است، صحبت کرده می شود. پس یکی از بزرگترین چیزهای لازمیه که با همراهی کلمه توحید باید باشد و از همه بزرگترین لوازم هست و طلبات کلمه توحید است، این الولاء والبراء می باشد. سبحان الله، چقدر کلمه کوتاه ولا و براء 4 حرف دارد، اما یکی از بزرگترین طلبات کلمه توحید لا اله الا الله است و یکی از بزرگترین چیز لازمی کلمه توحید است، باید با همراهی کلمه توحید باشد. اما امروز مسلمان ها چقدر از این فهم این کلمه، از تطبیق این کلمه در زندگیشان دور شدند و خواست کفار هم همین است. کفار حتی کوشش میکند، حرکت میکند که این کلمه را از فرهنگ اسلام نابود بکند. پس این کلمه چیست؟ در بالا این صحبت خواهیم کرد. البته این یک حلقه های مختصر در این موضوع هست، در موضوع الولاء والبراء. برای فهمیدن کلمه لا اله الا الله ضرور است، اما همچون یک درس های مستقل این باذن الله با منت الله، اگر الله به ما کمک بکند، در وقت های آینده به شما درس های خاصی را در مسئله ولاء والبراء ان شاء الله ثبت خواهیم نمود. پس کلمه توحید لا اله الا الله دلالت شدید بر موالات و معادات می کند. دلالت های سیگانه، دلالت مطابقه، دلالت تضمن، دلالت تلازم، از هر سه جهت هم به ما دلالت می کند که لا اله الا الله یکی از شدیدترین طلبات و مقتضای لوازماتش این الولاء والبراء است. پس الولاء والبراء چی معنی دارد؟ موالات، دوستی کردن با موحدین، با اهل توحید، که 2 رکن دارد. رکن اولش به دل دوست داشتن، به قلب دوست داشتن موحدین اهل توحید، و به جسم و ظاهرا دوستی ظاهری کردن با نصرت دادن مؤمنان موحدان، با کمک کردنشون. و این چنین معادات البراء، معنای برا معادات دشمنی، یعنی بد دیدن و دشمنی کردن و بغض عداوت داشتن نسبت کافران و مرتدان و منافقان، که 2 رکن دارد. رکن اولش با قلب، که این اصل ایمان است، یعنی ولا و برا اصل با قلبش این اصل است، با قلب انجام دادن اصل است، که وقتی که با قلب ولا یا ورا را ترک میکنید کافر میشود انسان. یعنی با قلب انسان باید مؤمن را دوست دارد، اهل توحید را دوست دارد، و با قلب باید کافر را بد بیند و بغض و عداوت نسبت اون داشته باشد. اما ظاهرا
این دشمنی را نشان دادن نسبت کافر البته هر یک وقت شرایط خاص خود را دارد که در بعضی حالت انسان میتواند، در بعضی حالت نمیتواند و با ظاهر نشان دادن دوستی نسبت مؤمنان و دشمنی نسبت کافران این واجبات دین است، ترک کردنش گناه است. البته گناهی در حالتی که شرایط است ترک کردنش گناه کبیر است. الله سبحانه و تعالی در سوره مجادله آیت 22 ذکر می کند و برا را، اصل برا را به من و شما می فهماند و می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. مؤمن را پیدا نمی کنی، لا تجد قوما، یگان قومی را پیدا نمی کنی که ایمان به الله آورده باشند و به روز قیامت ایمان آورده باشند اما دوست بگیرند اون کسی را که دشمن الله هست و رسول است. یعنی کسی که مؤمن هست، کسی که ایمان به الله و به روز قیامت آورده است، ناممکن است که دشمن الله را دوست خود بگیرد، دشمن رسول الله را دوست خود بگیرد، گرچنده که نزدیکترین خویشش باشد، نزدیکترین اقرباش باشد، پدرش باشد یا که فرزندش باشد یا که برادرش باشد یا که خویش و تبار نزدیکش باشد. مؤمن کسی است که ایمان آورده به الله، کسی است به روز قیامت ایمان آورده، کسی است که دشمن الله را بد می‌بیند و هیچگاه دوست نمی‌دارد، دشمن رسول الله و دین را بد می‌بیند و بغض و عداوت دارد قلباً و ظاهراً و هیچگاه دوست نمی‌گیرد، گرچنده که این پدرش باشد یا پسرش باشد یا برادر و خویش و تبارش باشد. از قصه صحابگان شاگردان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما معلوم است. این آیت سبب نزولش همین است. وقتی که یکی از صحابگان در جنگ بدر در پیش رویش پدرش را دید، پدرش از طرف مشرکان آمد، خودش از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم. پدرش از همه جا فقط بروی فرزندش ایستاد، گفت با من می جنگی. فرزند گفت پدر به یک طرف است، من با دیگر انسان ها میخوام بجنگم. این چنین تکرار شد. صحابه را پدرش نگذاشت که جنگ بکند، گفت همیشه من در روی تو ام، من مشرکم، از طرف مشرکام. صحابه سری پدرش را زد. مشرک بود، باکی ندارد. اما کسانی که پدران خود را طاغوت گرفتند، مادران طاغوت گرفتند، امروز زیادند. بعضی انسان ها طاغوتشان، الهشان، معبودشان پدر و مادرشان است. البته این ناممکن است و این نادرست است و این شرک است. از حدش وقتی که گذشتید، از حد حدود و سرحد احترام و حرمت و اطاعت گذشتید، این طاغوت است و اله شما شده است. پس پدر و مادر همیشه عزیزند، همیشه احترام باید کرده شوند. اما در حالتی که شما را به کفر و به معصیت و گناه دعوت میکنند باید نااطاعتی کرد. در این حالت باید رد کرد. چخیلی که الله میگه و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفه. و این چنین فرزند، گرچنده که فرزند باشد، گرچنده که فرزند شما دشمنی الله و رسول باشد، شما باید ترکش بکنید، گرچنده که فرزند باشد. ما از الله میطلبیم که الله سبحانه و تعالی فرزند هر یکی من و شما را موحد و نصرت دهنده دین خودش بکند و از ذریه فرزند ما و از ما ذریه های صالح و صالحه را به دنیا بیارد که همهشان اطاعت کنندگان الله سبحانه و تعالی باشد. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. قرة اعین در اینجا یعنی زن و فرزندان اطاعتکار را الله سبحانه و تعالی به ما نصیب کن. و گرچنده که برادر باشد یا که خویش تبار باشد، ایمان انسانی که مؤمن است، موحد است، ایمان به الله روز قیامت آورده است، دشمن الله و رسولش را همیشه دشمن میگه، گرچنده که این پدرش یا فرزندش یا برادر و یا خویش تبارش باشد. و این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 80 و 81
ذکر میکند، میگوید ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. بسیاری اونها را میبینی که دوست میگیرند، یتولون، دوست میگیرند، دوستی میکنند به آنانی که کافر شدند. یعنی بسیاری کسانی که خود را مسلمان مؤمن میگند میبینی که به کسانی که کافر هستند دوستی میکنند، ولا میکنند، محبت میکنند. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، چقدر کاری بدی که نفسهایشان این عمل را انجام میدهد. ان سخط الله علیهم، تو اینکه الله سبحانه و تعالی به سبب همین کارشون از الله سبحانه و تعالی از اونها چه میکند؟ ناراضی میگردد و به سبب همین دوستداری کافرشون، به سبب اینکه کافر را ولا کرده اند، دوستی گرفتند، تولا کردند، به عذاب خالدون ابدالابد باقی میمانند. ولو كانوا يؤمنون بالله، و اگر آنها حقیقتا ایمان به الله می آوردند و به نبی رسول الله می آوردند و آن چیزی که به رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده است قرآن ایمان می آوردند، متخذوهم اولیاء، هیچگاه کافران را دوست خود قرار نمی گرفتند. ولیکن بسیاری از آنها فاسقانند، سرکشانند، اطاعت نکنندگانند. پس الله سبحانه و تعالی در این آیت آشکارا به من و شما خبر داده است که اگر در حقیقت ایمان به الله می آوردند، یعنی یؤمنون بالله، ایمان به الله آورده بودند، یا که به رسول الله ایمان می آوردند، یا که به قرآن ایمان می آوردند، این عمل را انجام نمی دادند. کدام عمل را؟ یعنی کافران را دوست خود قرار نمی دادند، کافران را اولیاء نمی گرفتند. پس این شد دلالت کرد، این آیت دلالت واضح کرد، صریح کرد، قاطع کرد که کسانی که کافران را دوست میگیرند، نصرتشون میدن، اونها خودشون کافرانند. چه خیلی که الله سبحانه و تعالی خودش خبر داد و به من و شما بیان کرد و گفت یا ایها الذین آمنو لا، یا که در دیگر آیات اول میگیم که الله سبحانه و تعالی گفت لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ای اونانی که ایمان آوردید، یهود و نصارا را دوست خود قرار ندهید. و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کسی که از شما ای مسلمان ها یهود و نصارا و کافران را عموما دوست خود قرار گرفت، به آنها دوستی کرد، داند که این هم از جمله همون هاست، این هم مثل همون ها کافر است. الله سبحانه و تعالی در آیت دیگر بیان کرد و گفت والله اعلم در سوره آل عمران گفت لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه. مؤمنان کافران را ولی خود قرار ندهند. پس این آیت‌ها آشکار، واضح، دلالتی صریح می کند که برای مؤمن حرام است که کافر را دوست خود قرار بدهد. اگر به قلب دوست خود قرار بدهد، این شده است؟ خودش کافر شده است. و اگر ظاهرا انجام بدهد، در بعض حالتها اگر ندانسته باشد باقی نیست، اما بعد از دانستن و فهمیدن انجام بدهد کافر است. و اگر به بالای با کافر دوستی بکند و به کافر پول و مال و مبلغ بدهد، کافر را نصرت دهد تا که دیگر مسلمان ها کشته شود، این هم خودش کافر است. و این در شکننده اسلام ذکر شده است. در شکننده اسلام که شیخ الاسلام ابن تیمیه به اجماع نقل میکنند مظاهرة المشرکین او معاونتهم علی المسلمین، کمک کردن کافرها و یاری کردنشان و دوست گرفتنشان بر ضد مسلمان ها. البته امروز مسلمان ها هستند که خود را مسلمان میگویند و میلیاردها پول میدهند به کافرها تا که کافرها دیگر مسلمان های اهل توحید را به قتل رسانند. اینها خود کافرند. پس از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که امام طبری رواه طبری است، طبری روایت میکنند که میگند من احب فی الله و ابغض فی الله و والی فی الله و عادی فی الله فانما تنال ولایت الله بذلك. هر کسی که به خاطر الله دوست بدارد
و بد بیند به خاطر الله، بغضش به خاطر الله باشد، دوستداریش به خاطر الله باشد، دشمنیش به خاطر الله باشد، به تحقیق به همین عملهایش به درجه ولایت الله، دوستداری الله حقیقی رسیده است. پس میگند هیچ کسی هرگز طعمی ایمان را نمییابد، لذت ایمان را نمییابد، گرچنده که نمازش زیاد باشد، روزداریش زیاد باشد، گرچنده که یک عابدی به نهایت عبادت زیاد کننده باشد، اما طعم ایمان را نمیچشد همان زمانی که در این دنیا تمام برادریش، دوستیش به خاطر الله باشد. سبحان الله. پس ببینید که تمام لذت و کیفیت عبادت در الولاء و البراء وجود دارد. امام شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله مجددین میگند ولا يصح لمؤمن دين إلا بموالاة أهل التوحيد ومعاداة أهل الضلال وبغضهم والبراءة منهم كما تبرأ إبراهيم والذين معه من الكفار وكما تبرأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه من كفار قريش. وهذه هي موالاة للمؤمنين والمعاداة للمشركين التي في أصل عرى الإيمان وأوثقها. در درر الثانیه آمده از مجله دوم صفحه 95 که شیخ محمد الوهاب در بعضی از رساله‌هاشون آمده است که میگویند پس صحیح نمی شود برای مؤمن دینش، یعنی دین یک مؤمن صحیح درست نمی شود مگرم با دوستداری موالات اهل توحید. دین مؤمن درست نیست تا همان زمانی که اهل توحید را دوست ندارد و دشمنی بکند به اهل ضلال و بد ببیند و بغض و عداوت داشته باشد نسبت اهل ضلال و کفار و براءت بجوید از اهل کفر و ضلال. پس دین من و شما کی صحیح می شود؟ همان زمانی که اهل توحید را دوست بداریم، اهل کفر را بد بینیم، بغض و عداوت داشته باشیم. چگونه که ابراهیم علیه السلام و آنانی که با همراهی ابراهیم بودند بیزاری جستند، تبرع کردند، یعنی برا را اجرا کردند نسبت این قومشون که کفار بودند، و چگونه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نبیمون براءت اعلان کردند و صحابگانشان براءت اعلان کردند از اون کافرانی که کفار قریش در مکه بودند. و انمین موالات است برای مؤمنین و معادات دشمنی کردن نسبت مشرکین است که این اصل کلمه لا اله الا الله است، اصل ایمان و اصل کلمه لا اله الا الله است. پس ببینید این چقدر موضوع بزرگ است. پس ایمانی که صحیح است همان کسی که نسبت اهل توحید ولا دارد، همان کسی که نسبت اهل کفر و ضلال براءت دارد. هر کسی که ایمان دارد، کلمه لا اله الا الله دارد، اما ولا اهل توحید را بد میبیند، این کافر است. اما ولایش از اهل کفر تبرع نجسته است، بس که ولا دارد، این هم کفر است و کفر واقعش از کافر است. سبحان الله. و این معنای سخنی شیخ محمد بن عبدالوهاب و همین معنای سوره ممتحنه 4 است که الله سبحانه و تعالی میگه ولقد کان لکم اسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. الله میگه به تحقیق برای شما یک الگوی نیکوست ابراهیم و اون کسانی که با همراهی ابراهیم هستند. یعنی ابراهیم و همراهان ابراهیم برای ما مسلمان ها الگو و نمونه خوب است. زمانی که ابراهیم و قومشان زمانی که ابراهیم و پیروان ابراهیم به قوم کفار خودشان گفتند ما از شما بیزاریم و از آن چیزی که غیر الله میپرستید بیزاریم، ما به شما کفر ورزیدیم، شما را ترک میکنیم و بین ما و شما ای قوم کفار دشمنی و عداوت باقی میماند ابدالابد تا همون زمانی که به الله ایمان بیاورید. ابن تیمیه رحمه الله میگویند ان الایمان بالله و بالنبی صلی الله علیه وسلم و ما انزل الیه یقتضی عدم ولایت الكفار فثبوت موالاتهم
يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللزام يقتضي عدم الملزوم. عدم اللزام أو اللازم، عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. ببینید ابن تیمیه میگن رحمه الله البته ایمان به الله و ایمان به نبی محمد صلی الله علیه و سلم و ایمان آوردن به آن چیزی که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است، یعنی ایمان به قرآن، از ما طلب می نماید که ما به کافرها دوستی نداشته باشیم، ولایت نسبت کافرها نداشته باشیم. پس ثابت شدن دوستیمان با کافران، یعنی زمانی که دوست بودن ما با کافران ثابت می شود، واجب می کند، این چیز لازم می شمارد که ایمان از ما برود. یعنی زمانی که ثابت شد که یک مؤمن با یک کافر دوستی کرد، موالات کرد، همان زمان لازم می شود که ایمان از آدم، از این انسان مؤمن نابود شود. زیرا که یک نابود شدن چیزی لازم طلب می نمود که چیزی ملزوم هم نابود بشد. ابن القیم الجوزی در کتاب نونیه خود که در اون چندین هزار بیت ها را ذکر نمودند که آخری هر بیت با حرف ان تمام شده است، با حرف نون تمام شده است، برای همین این کتابشان را نونیه میگند. هر آخری بیت با حرف نون تمام شده است. میگویند اتحب اعداء الحبیب و تدعی حبا له ما ذاك في الامكان وكذا تعادي جاهدا احبابه اين المحبة يا اخ الشيطان شرط المحبة ان توافق من تحب على محبته بلا نقصان. آیا دوست می‌داری دشمنانی حبیبت محمد صلی الله علیه وسلم را و دعوا میکنی حب محمد صلی الله علیه وسلم را؟ و این ناممکن است. و این چنین دشمنی میکنی، دیده و دانسته دشمنی میکنی به کسانی که دوستداری رسول الله هستند، به اهل توحید، پس در کجا است محبت تو ای برادر شیطان؟ شرط محبت این است که موافقت بکنی به کسی که دوست میداری علی محبته بلا نقصانی، بر محبتش به یگان نقصان. پس ولا و برا این رکنی کلمه توحید، اصل کلمه توحید و اصل ایمان است. بارک الله فیکم. و البته الولاء والبراء بر دو رکن قائم هست. رکن یعنی دو چیزی که از الولاء والبراء نابود شدنش، جدا شدنش ناممکن است. ما فرق رکن و فرق شرط را در حلقه گذشته بیان کردیم. رکن یک چیزی که از خود چیز جدا نمی شود، یعنی رکن نماز، خودی نماز از نماز جدا کردنش ممکن نیست. شرط نماز مثلا چیزهایی که بیرون از نماز، جدا از نماز. پس الولاء والبراء هر دویش دو رکنی دارد. الولاء بر دو رکن قائم است. یکمش محبت درونی، محبت باطنی. دویم رکنش نصرت دادن و کمک نمودن، یعنی این رو میگن موالات فعلی ظاهری، موالات فعلی ظاهری. و این چنین البراء بر دو رکن قائم است. رکن اول بغض و عداوت درونی و باطنی و دشمنی فعلی ظاهری. پس ولا و البراء پره نمی شود مگرم به هر دوی رکنش، هر دوی رکنش باید به وجود بیاد، در همون زمان پره می شود. ظاهر و باطن، ولا ولایت ظاهری، الولاء ظاهری و ولاء باطنی و براءت ظاهری و باطنی هر دویش باید به وجود بیاد. وقتی که به وجود آمد، وقتی که به وجود آمد پره شد، وقتی که به وجود نامد یکی از اینها تر شد، پره نشد. پس از انسان مسلمان توحیدش قبول نمی گردد مگرم همان زمانی که به موالات مؤمنین قائم باشد، عمل نماید و کافران را معادات و دشمنی و بغض و عداوت بکند. ببینید توحید مسلمان قبول نیست مگرم تا همان زمانی که الولاء والبراء به وجود بیاد. الولاء والبراء یعنی
دوست داشتن مؤمنان و اهل توحید با دل و باطنی و نصرت دادن و کمکشان ظاهرا و فعلا، و بعد دیدن کافران با قلب و بعد دیدنشان و بغض عداوتشان ظاهری. وقتی که همین دو چیز پیدا نشد، ایمان توحید مؤمن قبول نیست. پس این چونین ولا دوستداری محبت مؤمنین، الولاء ولاء مؤمنین قبول نمی شود مگرم زمانی که اهل توحید را دوست بدارید، نصرتشان بدهید، موالاتشان بکنید، هم ظاهرا و هم باطنا. و این چنین صحیح نیست براءت شما نسبت مشرکین تا زمانی که اهل کفار را بغض و عداوت بکنید، عداوت داشته باشید، بغض و عداوت داشته باشید نسبت اهل کفار، به قلب بغض داشته باشید به قلب و دشمنی بکنید و جهاد کنید ضد اونها، ضد یعنی کفار، و اونها را تکفیر بکنید، کافر بودنشان را اثبات بکنید، کافر را کافر بگویید با عمل ظاهر. بارک الله فیکم. پس بغض این یکی از یعنی جزئیات براءت است و یکی از بابهای براءت است. بارک الله فیکم. پس برادران و خواهران موحدم، الولاء والبراء این یکی از مهمترین طلبات کلمه توحید است، چخیلی که به شما معلوم کشت. بارک الله فیکم. اما بدانید که الولاء والبراء به همدیگر ضد است. این دو کلمه به همدیگر کلمه ضد است، مثل شب و روز است. پس توحید چیست؟ توحید این است که انسان ولا الولا را نسبت مؤمنین انجام بدهد و صرف بکند و براء و براءت رو، بغض و عداوت را نسبت مشرکین و کافرین انجام بدهد. اما کفر و شرک، توحید را فهمید. توحید چیست؟ توحید دوستی و الولا را نسبت مؤمنین و براءت و بغض و عداوت را نسبت کافرین و مشرکین انجام دهد. اما کفر و شرک چیست؟ کفر و شرک این است که براءت و عداوت و بغض را نسبت مؤمنین انجام بدهد. یک انسان خود را مسلمان گوید اما براءتش، بیزاریش، بغضش، عداوتش نسبت مؤمنین باشد، نسبت اهل توحید باشد، و دوستداریش و ولاش و محبتش به کافران و به کافر باشد، به کفر کافران باشد. سبحان الله، این ناممکن است. پس از همین جا به من شما بیان می شود علاقه بغض تعبدی و بغض شرکی کفری، کفر البغض بالولاء والبراء. بارک الله فیکم. یعنی کفر بغضی که انجام دادنش ضرور است، بغضی که این بغض عبادت است، دشمنی که دشمنی عبادت است، عداوتی که عداوت عبادت است، این نسبت مشرکین و کفار است و این عبادت است. و بغضی که کفر است، دشمنی که کفر است، عداوتی که کفر است و شرک است، این عداوت نسبت مؤمنین و موحدین است. یعنی وقتی که دشمنی، بغض، عداوت نسبت موحدین باشد، این کفر و شرک است. اما وقتی که بغض و عداوت و دشمنی نسبت مشرکین و کافرین باشد، این البته خوب است و افضل است و بهترین است. و ما یک قاعده رو به شما ذکر میکنیم. قاعده این است که علما میگند ان من تجب محبته تجب موالاته و نصرته و من یجب بغضه یجب معاداته. البته هر کسی که محبتش واجب شده باشد، موالات همین، دوستداری همین، نصرت همین هم واجب است. و هر کسی که بد دیدنش واجب شده باشد، دشمنیش هم واجب است. بالمثال یتضح المقال. با مثال آوردن این مقالمان را ما واضح میکنیم. یعنی الله سبحانه و تعالی دوست داشتن مؤمنان را به ما واجب کرد. وقتی که دوست داشتن مؤمنان به ما واجب باشد، موالاتشان و نصرتشان هم واجب است. و الله به ما بد دیدن و بغض و عداوت کافران را واجب کرد. پس دشمنی کردن اونها را هم واجب است.
و مقابل این قاعده دیگر است، مفهوم مخالفه اگر نظر کنیم: و من تجب محبته یحرم بغضه و معادته و من یجب بغضه یحرم حبه و موالاته. یعنی هر کسی که محبتش واجب شد، بغض و عداوت کردن نسبتش حرام است. یعنی مؤمن که الله امر کرد که دوستش بدارید، دوست داشتن مؤمن که واجب است، پس بد دیدنش، بغض و عداوتش حرام است. و هر کسی که بغضش واجب شد، یعنی بد دیدنش واجب شد، الله بد دیدنش رو به موجب کرد، دوست داشتنش و موالات گرفتنش حرام است، به مانند کافرها. بارک الله فیکم. پس با همین این حلقه را به پایان میرسونیم و باذن الله در حلقه آینده بعض دیگر از مسائلی که تعلق به الولاء و البراء هست به شما بیان خواهیم کرد که این همه مسائل تعلق به شرطی